نه سوال بسیار ساده است. ما اکثرا جوانایتون در سوشال میدیا میبینیم بس ممی است که ما جوانای یک سرزمین هستیم باید یک ذره قوی تر پیش بریم. ما به تعداد زیاد ما بر از اینا پیام دادیم و پیام میتونم که برادر ما ساز ما بر خاطر شما گریه میکنم این عشق میریزم شما من ساز دهن برم بسیار مغبوط پیش میری من میگم برادر من بسیار بالاست. ببخشید پاچا صاحب من میگم در پکتیا مکتب نیست، در ننگرهار مکتب نیست، در شلن مکتب نیست، در جوزجان مکتب نیست، در هلمند مکتب نیست، در گرشک مکتب نیست، در کندهار مکتب نیست و به کی برمیگرده؟ اینی جوانان را وقتی میای نقصای سرزمین بیان میکنی و میفهمانیشان میان یک رقم اتحس میکنن که ما یک حس بلندی داریم. نه ما واقعیت هم میفهمانیم برای یک جوان کو برادر در این قسمت اینی ولایت خواهرت نمیمونه مکتب بره. مکتب اینی خوبی ها را داره، اینی سودمندی ها را داره، این فایده را داره. مکتب یک ملت مردمش با سواد بود اینجا میرسند، اگر بی سواد بود در اینجا میرسیم. چه باید بکنیم؟ من مطمئن هستم که خیلی از برادرها این مسئله را درک میکنن اما میفهمن کاملا موافق هستن اما نمیان که با حقیقت یک بار اقرار بکنن قبول بکنن. این بسیار بد است. میان ما رو نقد میکنن قوم پرست. میگم برو برادر خیلی کتاب تو بیار یک منبع تو برو بیار بیار همین چیزی که ما اشتباه میگیم ما رو بیار ما رو صحیح بساز تصحیح بساز. یک جا که ما اشتباه کردیم است معذرت بخوایم بس ما می آقای پادشاه ما با زبانی که از با قومی که از با دیدی که از با اندیشه که از اصلا تعصب نداریم دیدگاهی نداریم نظر نداریم. مردمان دیگه در قسمت ما خیلی متهم به این موارد هستن و ما نیستیم. ما ولا خودم بسیار به مقابل منطق خودت بسیار خود احساس میکنم. ما یک حقیقت ما نمیتونم نه شما بسیار قوی هستید ماشاءالله. آدم علما که فکر میکنم ما به خدا که قوی باشیم. حق قوی است، حق معتبر است. امی که تو چیزی میخوای ما کلی ویدیوهایت میشنم. امی چیزی که تو میخوای تو با خدا از یک افغان که قوی تر هستی، از یک تاجک که قوی تر مغز خدا تو را داده، استعداد قوی داری. یعنی ما باورت نه که ما امی واقعیتایی را که خودت میگی ما یک افغان دوست هستم که هیچ اندازه نداره. ما هر وقت اشکای خودم میریزانم با افغانستان. مگم علما که تو چیزی میگی ما استعدادش ندارم. شما بزرگوار هستید. ما باور پادشاه اینمی لحظه در داخل اینمی سرزمین یک وضعیت هست این مردم هنوز نمیفهمند به او آگاهی به او روشنایی نرسیدن. 10 سال 5 سال آینده سرزمین آینده اولاد از اینا بدبخت هستند. اینا به صفت مهاجر در جای مختلف دیده میشن. گروهای تروریستی در داخل سرزمینشان جا میگیره. شفاخانه ندارن، مکتب ندارن، آزادی ندارن، افتخار ندارن، سربلندی ندارن، عزت ندارن. باور کنید دقیقاً یک چیز بودم در لایف اونجا بودم. ما زیادتر لایف نمیرم. خب بازم اونجا مولوی سه برای مجبور ساخت بیا بالا. خب مجبور شدم اونجا رفتم. مرا میگه که سوالی است اگر پاکستان با افغانستان حمله کنه تو به این حکومت به این طالبان یک جا میشی یا نمیشی؟ ما برش میگم که امی پاکستان 40 سال میشه که دوست شما بود. چرا این جنگ میکنه که شما؟ علت جنگ چی است؟ یک منطق خوب باید وجود داشته باشه. و اگر بخاطر آقای پادشاه دوربینای جنگ میکنه که مرا استوپید بسازن او جدا مسئله است. مگه ما استوپید نمیشم. دیر از هندوستان به خاطر پاکستان حمله کرد که پاکستان وحدت خود عزیز داده بود. حتی وقت که جنگ خارجی میایه ملت ها وحدت میکنن. همه ملت ها تنها ما افغان نیم و ما نمیخوایم که اینجا وحدت کنیم. به خاطر ازی ما وحدت داریم. ضرورت وحدت ما نیست. چرا پاکستان با ما جنگ کنه؟ سوال ده اینجاست. بیان یک سوال دیگه براتون بگیم. یک چیز میخوایم بگیم. شب کلگی دوستا هستن و این سر رهبرای سیاسی صدا میکنم، سر جمع ملت صدا میکنم. بله. ما میگیم جناب آقای دکتر نجیب هم قهرمان میگیم، آقای امان الله خان هم قهرمان میگیم، آقای داوود خان هم قهرمان میگیم، آقای همین در مجموع همین چیزی که سران سیاسی و سران رهبران سیاسی در داخل سرزمین بوده کل از این قهرمان میگیم و هر کدامش از خود یک پیرو داره. بله. آقای پادشاه یک دانه مرد نبود که اینمی کله ها را، اینمی ساختارها را، اینمی سیاست ها را، حتی بدها را در یک قالب در یک چتر نگه میکنه و اینا طرح بریزن تا سرزمین نجات بدن. همه یک فکر نبود، همه یک ذهنیت نبود. نبود که همین حالت به این حالت رسید.
همین فکری که اصلا خودت داری، همین فکر در او وقت موجود هم نبود که نجیب کرزای غنی را امی رهبرای پشتونا را اگر میگن ما رهبری کردیم، اینا همیشان قابل. بله اگر کل منافع اقتصادی را در داخل سرزمین اینا مشترک بین خودم تقسیم میکردن میشد، اما اینا یک چتر باید میداشتن. پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره، ترکمن، قزلباش. مثال رهبر هزاره در قدرت آخر قسمت خودم میدید، برش امکانات و امتیاز درست داده میشد. رهبر پشتون خودم میدید، رهبر تاجیک خودم میدید، رهبر تمام نمی رهبرای سیاسی اگر روی یک پلتفرم اینا دید میداشتن و به خاطر یک قدرت بسیار جدید در داخل سرزمین کمی افغانستان بوده کار میکردن. امروز ما که بدبخت نمیبودیم، امیر چرا نکردن؟ خیمه جور نمیم خیلی درست است. 129 سال آمدیم، این همی سران سیاسی رفت، همی قهرمانا رفت، همی بزرگوارا رفت، همی سیاستمدارا رفت، همی اهل قلم و اهل و تدبیر و رسالت ها رفت. چرا رفت؟ دلیل داره. امیر یک کس پیشین منطقی پرسان بکنه چرا؟ نه؟ اکثر جوان ها، اکثر مردم، اکثر بزرگای سیاسی، اکثر کسایی که حالا کی باید بزرگ سیاسی بگی، بزرگ سیاسی هم نمونده متاسفانه. نه؟ این رهبرایی که بسیار کلان است، بسیار کلان. تجارب نگران کننده اینا بیرون شدن. خب یک قماندان جنگی یا یک طالب جنگی اصلا اینا چه کنه بر از اینا ما دیدگاه مشخص سیاسی بتیم؟ خب اینا در جنگ بودن دیگه، خب جنگ از دیگه ساختار سیاسی یا ساختار مدرن در داخل یک سرزمین طراحی نشده بود بر اساس معامله ها، بر اساس معادله ها، بر اساس قراردادها، بر اساس تفاهم ها بس شده بود. این تفاهم چرا در یک چتر واحد شکل نگرفت که کل رهبرای سیاسی به خاطر سرزمین کار بکنن؟ چرا به خاطر سرزمین کار نکردن؟ این علت‌های بسیار واضح در میان باب تاریخ است. اکثر جوان‌های پشتون ما می‌بینیم امروز بلند میشن به جای از این قهرمانی بکنن. اگر رفتی امروز به خاطر سرزمین خواهر در پکتیا استاد شدی، مکتب بروش باز کردی، ما چک چک میکنم قهرمان هستی. اینجا کتمت چی کار داری پشت تاریخ ما را گرفتی؟ تاریخ ما یک تاجیک هستم دنیا را شور دادیم. در داخل جاهای مختلف امریکا هم که بریم رو زبان ما را میشناسی و در جاهای مختلف دنیای دیگه هم که بری ما را میشناسی و نیست که ما پدیده کوچک باشیم که تنها ما را برادرای پشتون معنا بکنه، نه ما را بگذار دنیا معنا بکنه. ما بر دنیا ثابت هستیم. برو بر حال خودت کمی اشک بریز و ناراحتی و نگرانی های اولاد وطن دور بکو. کدام جوان پیدا شد امروز زلزله زدگان شد اینجا مردم در بدر بود؟ نه تا چاسه ما خود دیدیم مردم. دو گپ که ما توقع داریم. جوانکای احساساتی میبرن آبرو و حیثیت برادرای پشتون بر زمین میزنن. نه، اونا رو دور بکنین از پالیتان، اونا رو معزت بکنین، برن تحلیل بکنن، برن تجزیه بکنن، برن بفهمن، برن تاریخ بخونن، برن واقعیت ها بالای زخم مردم چرا نمک پاش میتنین؟ نمیقدر که شما رو بدبخت کرده، نمی جوانای احساساتی، نمی فضاها است که شما رو درگیر کرده، ناراحت کرده. یعنی من چه کار دارم کرد؟ خیلی جوانا است که نگران میسازه. تو یک آدم بزرگوار هستی، تاریخ هم میفهمی، مثل آقای پاچا یک انسان با ایمان و با وجدان هستی، من برات احترام میکنم، جز بسینه استاد هستم، مثلا ما تو گپی نداریم، کلی گپ ما در نزاکت محل است. اما یک آدمی که میاد در داخل صفحات امروز از دید پشتون حرف میزنه، یا از شمله پشتون، یا از غیرت پشتون، یا از پشتونوالی، یا از برادری، یا سربلندی پشتون گپ میزنه، اونا رو لطفاً یک کمک من مطمئن هستم پاچا بزرگوار در بعض لایف‌ها شما میرین پیام ما رو به جمع از دوستا و جوانای پشتون برسونین، اینا رو یک مقدار بفهمونین. یک جوان پشتون در قرن 21 در سال 2026 در داخل لایف ممتن بان خودم میکشه پاچا سید. اینا در کدام مفکوره هستن؟ برن نیاز به کار دارن. یعنی جوانات چه میکنه اینجا پشت تاریخ تاجیک گرفتی؟ برنامه بان برادر برو در رابطه با اجتماعیات بر جوانای تدریس بکن. دو نفر در لایف بشان بفهمونش. دو نفر اگر نجات دادی طبیعت نجات دادی، مردم نجات دادی، سرزمین نجات دادی. قربانتون شم پاچا سید عزیز. ولی ما برگفتم ما غیر از اینکه ما یک انسان هستم که نعمت خداوند مرا آفریده، ما نمیتونم که با منطق عالی که خودت واضح گپ از تشریح میکنی ما در مقابل از او باید احترام کنم، دیگر راهی ندارم. ما 40 سال سلبینی از این فیلم هستم و در این فیلم ما میبینم ما نمیتونم منافق باشم، ما نمیتونم که به وطن هر کسی که خائن کسی است که بیعقلی خود هوشیاری فکر میکنه. خائن ترین انسان اونمو انسان است که یک چیزی رو نمیفهمی به دیگرها احترام کو یاد بگی. ما خودم یک روز در ویدیویی که نوشته کردم که ما عرب هستم بیگی بطنی نیادم بیادر ولی ما چقدر تنقید بگیره آدم سر از اینا. پاچا سید بزرگوار ما در یک جمعی یک پشتون دشمن دوستم، آله خودی گل بدین دشمن دوستم. یک پشتون دیگه غنی بابا نه او معاون خودی را می سازه.
یا امی خود از اینا امی تو کدامی چیزی نداره که آدم سرشان فکر کنه نه که ولا یک عجب تئوری دنیای داره فلسفه عجیب دنیا از غنی بابا پشتون آمد اونمو کسی را که 40,000 طالب در کدام جای شهید ساخته بودم داشت چطوره که او را گرفت مامن خود ساخت به خاطر از که فایده های ازی بود نه رئیس جمهور میشد نه یا قاتل پشتونا را گرفت سر صحیح کنین این تو تنقیدات یا قبول هم نمیکنن که سرش بگیری باز میگه وی تو دشمنی بابا هستی و بدر سوال در بابا نیست سوال در حکومت است سوال در پرنسیب است سوال در فایده های ملی ماست ما با فایده های ملی خود هیچ وقت نجنگیدیم احمد شاه بابا رفته به خاطر اسلام جنگیده چی وقت با فایده های ملی افغانستان جنگیده کدام جای جنگیده نه اینا لکی این گفاره برازی هم میزنیم یک سوال دیگه بکنم جز است همین حکومت ها اسلامی بودن کدام حکومت ها از همین 129 سال شروع میکنیم از همین آقای عبدالرحمن خان شروع یعنی شما بگوین برادری انسانی وجدانی همین مسلمانی بودن الفت یک جای شیر خنده بازده و آخر شیر خود دو چیز میگه اوز خو مسلم شد و بو ماه حال خو مسلمان شد ماهی آب اوز خو مسلم شد و بو ماه نور کوی سر خو سرسایه و منلا سر خدا نمیتا خو سرسایه را قبول کرده منز کی نماز میخانه روژی نیسی خو په زکات باندې خېټه واچوله سر زکات شکم خدا انداخته زکات نمیته خو نماز هم میخوانه ما از همین علمای دین سوال دارم یک سوال از علمای دین میکنم حرم سرا چند دانه زن نگاه میکردن زیاد حداقل 300 تا 400 زنه در داخل حرمسرا نگاه میکرده نمیره از دید اسلامی بر ما یک کس تعریف کنه خب خیلی مشکل وجود داشت اسلامی نبوده من یک دوسیه جناب پاشا صاحب یک دونه مکتوب بر دستم رسید خب چند وقت پیش یک سال ما رو نمیخوایم این مسائل نگذره کوشش کردیم که زیاد احساسات بلند نشه اگر نیم خیلی بحث داریم خیلی حرف داریم بگفتن اما حرمت نمیخوایم زیاد میده بکنیم جای خود ماشاءالله ولا یک وقت ماشاءالله که کلش در فکر تو میمانه او بچه گفتم ببخشی میگم او جوان باورت نه مثل ضرب زبانی واری میگی ما خود دعایت هم میشنم نه یک ذره غلطی نمی کنی یک ذره اشتباه نمی کنی این مغز تو آفرینی مغز تو پیره چطور گمه تو پرلپسی میکشه نه ساده نیست یک استعداد هستی ماشاءالله پاچا صاحب شما جلال آباد هستین؟ ما از لغمان هستم اصلا لهجه سرخرودی داری؟ بله بله جلال آباد هستی؟ جلال آباد کلاش؟ نه لهجه میگم لهجه خلاص سرخرودی است خب ما باز میفهمی زیادتر طرف چیز کلان شدیم شمالی و این تشکمش خلاهای ما سر ازبک ها و روسی است در مابین بنگی و پمپک و شکمش و دیجا و از شمالی وزیر صاحب عبدالرحیم خان صافی میگفتن از مادرقی بوده علی جان آقایش جناب پاچا صاحب برادر بزرگوار ما با برادرای پشتون حسی نداریم حرفی نداریم دیدی نداریم احترام میفهم من احترام داریم من میفهم والله بالله که بسیار از حرمت ها را ما نگاه کردیم نخواستیم پیش بریم نخواستیم خیلی حرف داریم بگفتن خیلی نگرانی ها داریم خیلی قصه ها داریم بس ما است که ما در داخل سرزمین عدالت به بار بریم برادری به بار بریم پیش بریم گذشتگان گذشتن حالا دو تا ما اونمو اشتباه تاریخی را که در 129 سال کسی تا بالا انجام نداده ما میخوایم امور را جور بکنیم ما میخوایم به جای از اینکه ما جدا شویم وصل شویم درست با ما با هم نزدیک شویم نزدیکیت ما وقتی میشه که ما واقعیت سرزمین را بفهمیم در به دانشگاه را در روی یک خواهر فکتوری باز بکنیم مردم اجازه بدیم حقوق یکسان باشه حق بر هر کس باشه هویت هر کس برش مبارک باشه زبان هر کس برش مبارک باشه چه نیاز دارید یک بغل یک برادر ازبکی گپ میزنه بگذار پرورش بدی نازش بدی نوازش بکن بلند شو
بلندش بکن. اما اگر ما روی نقطه های تعویض پا بانیم، این سرزمین دیری نخواهد گذشت، تک خواهد شد، تجزیه خواهد شد، توته خواهد شد، هر کس در جاهای مختلف و دور از واقعیت هم نیست دیگر. امروز ایندی ها اگر به نظر من هر حکومت ملی میاد در افغانستان نه و براستی میاد که براستی حکومت افغانی باشه، باید خودت اگر رئیس جمهور نه مگر وزیر دفاع از خاک باید باشه، وزیر دفاع باید باشه. نه سلامت خوشست یاور صاحب است که ما را عاشق خود ساخته و خودش عاشق افغانستان و عاشق ما مردم است. خدا عمر مقبول بده یاور. خداوند شما را سربلند داشته صاحب عمر مقبول شوی. خاطر ما بیچاره شوی، از خاطر ما مردم خداوند صاحب عزت بسازه. خداوند سربلند داشته باشید جناب باشست بزرگوار. تشکر صاحب، خوش شدم صاحب، بسیار زیاد خوش شدم. همچنان دوستان ادای ما را خیلی احترام تقدیم بکنید. وقت نمیگیریم، بسیار زیاد تشکر، لطف کردید. خیر باشید. تو با عزت بمانی پاچا صاحب. ما هر جای باشه. ای برادرم سفری صاحب بفرمایید. خواهش میکنم آقای یاور عزیز، خیلی دیر ما اینجا آمدیم لایف قبضه کردیم و دیگه دوستا اگر پایین منتظر